دریای اشتیاقم، غیغم شریک دردم، با دیگران انیسم، با تو شریک و همدم. گر به دیگرانم جانم با توست هر دم، من و مای بس گمانی بشنو صدای قلبم. من عشق و دوستیم از من چرا میرنجی؟ حال و زمان شیرین و فرهاد نیست. من تا امروز جزاشو میبینم. من میفهمم که تو راست میگی، ولی من نمیتونم که کشش چشمایش فراموش کنم. گوش کن نصیر، خاله نسرین میخواهد که تمنا را به بچه خود نصیر بگیره. ما حتی چری از او را ندیدیم. من یک بار او را دیدم، او را مزقب. خاله نسرین میگه که نصیر تمنا را بسیار زیاد دوست داره. اونا در طفلیت با هم دیگه دوست بودن، اما تمنا نمیخواد که امرای زو عروسی کنه. من آمنه و تمنا را بسیار زیاد دوست دارم. نمیخوایم که کوچکترین رنجش بر از اونا برسه. من کوشش میکنم که موضوع فرق کردن به تمنا بگویم. شاید او تو را ببخشه، اما اگر بازو خودش خبر شد بسیار زیاد ناراحت میشه. تمنا از انسان دروغگوی فریبکار بسیار زیاد نفرت داره. ببخش که من سرت به درد آوردم. چی کنم؟ من دیگه هیچ کس ندارم که امروز درد دل کنم. شما تشویش نکنین. من تمام دردای شما را درک میکنم. سرما باور داشته باشین. عامر صاحب کدام وظیفه را که برام داده او را با پوره ایمانداری ما انجام میدم انشالله. چرا نصیر؟ ده چی شد رفتی؟ هیچ. آرزو جان، گپی که دل مرا خورده میره میخوایم اونمو گپ امروز برات بگویم. خاله جان، ناق زحمت کشیدین. من خودم میاردم.
بله. تو چرا گپ نمیفهمی؟ من دیگه امروز تو کار کردن نمیتونم. به جای ازی که از خاطر پدرم تسلیت بدی، گپتو محکم گرفتی. نه، گفتم نه. ما دیگه در خانه خود ما نیستیم و دیگه ای که در خانه که ما هستیم بچهش پلیس است، پلیس مواد مخدر. هیچ امکان نداره. برو، دستت خلاص، هر چی که از دستت میایه بکو. خاله نسرین میخواهد که تمنا را به بچه خود نصیر بگیره. و دیگه ای که در خانه که ما هستیم بچهش پلیس است، پلیس مواد مخدر. خاله نسرین میگه که نصیر تمنا را بسیار زیاد دوست داره. اونا در طفلیت با هم دیگه دوست بودن، اما تمنا نمیخواد کم رایزی عروسی کنه. بین به زندان گوانتانامو خوش آمدین. خب قصه کجانا مادر؟ امروز تمنا رو دیدی؟ امروز گپ زدی؟ چرا بچیم؟ یک رقم چرتی وارستی؟ مادر جان، تصمیم ما تغییر کرد. تصمیمت تغییر کرد؟ کدام تصمیمت؟ دخترای عامر صاحب بسیار مشکلات دارن. هر کدامشان دعوای خاص خود هستند. وعده که ما با عامر صاحب دادیم بر علاوه که یک وعده انسانی و همدردی است، اما برای ما یک وظیفه است. گپ عامر صاحب برای ما مثل یک همر است و او امری است که از عشق تمنا کرده. همدردی با آرزو و آمنه ضروری است. آمنه؟ آمنه چی کرده؟ خب مادر جان، حال وقتش نیست. باز وقتش که رسید برات میگم. مادر جان، ما تصمیم گرفتیم که برای چند وقت متوجه آمنه و آرزو باشم و شما هم هرچی عاجل برین به او دخترها بگین که چی؟ مادر جان، اما قسم ایره که من برای شما دادیم. ما قسم دریای اشتیاقم ایغان شریک شما برین بگین که من بچه ایتان هستم. بعد از او که هر چیزی شد با دیگران انیسم با تو شریک ولی من هیچ وقت نمیخوایم که پیش تمنا ما دروغگوی ثابت شد. تمنا از دروغ سخت نفرت دارد. بچه
وقت که عاشقت شده باشه، او تو را دوست داشته باشه، باز به فهمیدن دیگه هیچ وقت او از تو نفرت نمیکنه. نه مادر جان، شما لطفاً مرا درک کنید. بعد از او که هر چیزی شد، بدگمانی بشنو صدای قلبم، من و مای بدگمانی بشنو صدای قلبم. فکر کنم که ورزش کردن به عمرت نیدی. نه والا این رقمش ندیدم که هم ورزش باشه و هم سینما. آمنه زود بیا بالا. خندولک کجا میری؟ از بادی خوب مال هستی. سلام نصیر جان، افسر شجاع و قهرمان. شاید این نامه را زمانی بخوانی که من دیگر پیش تو نباشم، ولی باز هم مطمئن هستم که بالاخره این نامه برای تو میرسه. زندگی من و فامیلم بسیار به خطر مواجه شده. تا اکنون چندین بار به مرگ تهدید شدم. اولادهایم را اختطاف کردند و اخطارهای مختلف برایم میرسد.
ولی من هیچ ترس و هراسی ندارم. این دوسیه که در مقابل چشمان تو قرار دارد از یک متهم بسیار خطرناک است. شاید من از دست همین متهم از بین بروم. این شخص عادی نیست. شاید با دیدن عکس این متهم بسیار ناراحت شوی، ولی من مطمئن هستم با صداقت و ایمانی که به وظیفت داری این دوسیه را به محکمه میرسانی. البته باید ثبوتی بزرگ را پیدا کنی. و یک گپ دیگر را من حیث یک پدر برات میگم که نگذاری زندگی دخترایم خراب شود و یا بی پدری را حس کنه. در تمام عمر موفق و پیروز باشی. تمام کار در یک روز خلاص کردی جان خور. همون رقمه که در بالا کردن دی سیب به انرژی ضرورت است، همون رقم در کارهای محکمام این ضرورت است. خواهی تو. سمیر بچه دفتر نرفتی؟ جانم میخواد. رئیسا خو یک کم ناوقتر دفتر میرن، اما حتما میرن. پدر جان ضرور نیست که دفتر برم. کارای ای طرفه منیجرا میکنه و کارای او طرفه من از خانه میکنم. دیدی؟ ما گفتم که سنه جان قاق از این نبین. بسیار چوتار است. آه چوتار خواه است، اما جانم اشکو که گپای امی تا میادت نره. راستی امی نصیرک ندیدیم بسیار وقت است. نصیرک حال نام خدا نصیر شده. خب ماشاءالله بسیار کلان شده. بسیار دست به چای بالا دست میزنه. دست به چای بالا دست میزنه؟ یعنی چی؟ باز از خودش پرسان کو. گوش که سمیر بچین بسیار زیاد فکرت بگی که نصیر بوی بر نشه. برزی که همه قدر که تو هوشیار هستی او هم بچه ایم است. هر دویتان از یک خون هستین. غم نخو پدر جان، ما هم همیشه یک قدم پیش هستیم. فقط که دوز هستی که یک قدم پیش باشی. تو نمیفهمی که به داخل شدن اجازه گرفتن ضرورت است؟ خاله نسرین گفت که خانه خودتان است و به اجازه گرفتن هم ضرورت نیست. خیگان دفعه در اتاق ما بدون اجازه بیا. خالد راست میگفت دختر جان. کاکا جان خدا ببخش پدرمه میگفت که گره‌ای که به دست باز شود حاجت به دندان نیست. ما آمدیم که به این بچه جگلویتان بفهمانین که دیگه مزاحم من نشود. اگر نه باز دندانایی وجود داره که گره رو باز نه بلکه مستقیم قطعش میکنه. راحت باش دختره. چرا؟ چی مزاحمت کرده؟ چی گفته برات؟ هیچ پدر جان، من میگم همین زنا رو بس پورچی. با خبر متوجه گپایت باش که من از این گپای زن بودن و سیاسر بودن که به زنا و دختران میگن سخت نفرت دارم. من فقط انسان هستم و حق دارم مثل یک انسان زندگی کنم. من خواستم که پدرت خبر شوه که تو چقدر لوچک هستی، چرا که دفعه دیگه شاید این رقم دپالش شیشته نتانی. صبر خوبیش یه از دخترای نیست که در یک دقیقه گپ بخوره. در ایجه هوشیاری تو نه تجربه ما بکار است. دختر یک افسر پلیس است.
بسیار با جرأت است و شاید کدام وجه مشترک دگان با ما داشته باشه. باید که پیدایش کنم. سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی مغرور به تکلف اندر بساط هستی من ساز زندگیم از من چرا میرنجی پیغام آشتیم از من چرا